سلام دوست من، احسان رئیسی هستم از بایننس فارسی و در این ویدیو قراره در رابطه با سبک پرایس اکشن اسمارت مانی باهاتون صحبت کنم. اگه ویدیوهای قبل رو ندیدین حتما باید یه سری ویدیو رو ببینید تا دستتون بیاد که اسمارت مانی یکی از دستبندی های چی بود دوستان؟ پرایس اکشن. ما دستای پرایس اکشن کلاسیک داشتیم، اسمارت مانی داشتیم و عرضه و تقاضا. خود اسمارت مانی دوستان، یعنی سبک پرایس اکشن اسمارت مانی، خودش یک سردسته که حالا میان مثلا سبک به اصطلاح ICT مایکل، ارزم به خدمتتون فانتوم، فوتون، کوانتوم و فیلیپینگ میان و اسمارت مانی رو بهش روح میدن، بهش رنگ و لعاب میدن. پس در نظر داشته باشین که این خودش سردسته دوستان. اوکی. اما یه تعریفی میان، یه تعریف کتابی داره، میگه که پرایس اکشن اسمارت مانی. اسمارت مانی هم یعنی پول هوشمند که تو بورس ایران هم مرسوم و زیاد ازش استفاده میشه. میگه با کپی کردن ترید های افراد بزرگ در بازار سود بالایی کسب میکنن. در این سبک زمان خرید و فروش، نقدینگی، خلاها که بهشون میگفتیم حالا FVG، لیکویدی وید، IPA و ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی از جمله قوانین مهمشون ایناست که حالا شما معمولا ICT رو که شروع کنید تمام مفاهیمی که گفتم رو درک کنید و نیازی نیست که خلاقیت خاصی به خرج بدین. پس به این نکته توجه کنید که حالا در مورد اینکه ICT چیز صحبت کردیم، ویدیوشو حتما داخل سایت دنبال کنین، بهتون دید خوبی میده که وقتی شما در واقع دارین ICT یاد میگیرین اسمارت مانی رو خب کامل درک میکنین که داره چه اتفاقی میفته و نیازی نیست که دیگه خلاقیت خاصی به خرج بدید. اما یه سوال میپرسن، مثلا سوال این بود که آقا من الان استاد میخوام اسمارت مانی رو شروع کنم، از کجا شروع کنم؟ خب ما پیشنهادمون اینه که ICT مایکل هم گفتم یه دوره رو در قالب فایل PDF 2016 رو سایت گذاشتیم، میتونید به صورت رایگان دانلود کنید و استفاده کنید و همون هم بیشتر نیازی نیست. تشخیص روند تو سبک اسمارت مانی، خب حالا من این ویدیو رو گفتم دیگه که چجوری میتونیم تشخیص روند بدیم. گفتم موقعی که ما یک CH داشته باشیم احتمال میدیم که آقا این قیمت اومده اینجا و میخواد یه هانتی بکنه و برگرده به پایین، در نتیجه با قاطعیت نمیگیم تغییر روند اتفاق افتاده. اما وقتی که یک BOS break up structure داشتیم اون موقع با قاطعیت میتونیم بگیم روند تغییر کرده و مثلا در اینجا صعودی شده. و اینجا هم همینجور وقتی که کپ شکسته میشه میگیم احتمالاً قیمت اومده یک بریک اوتی داشته باشه و برگرده به سمت بالا. اما وقتی که یک BOS داریم دیگه با قاطعیت میگیم که روند به یک روند نزولی تغییر جهت پیدا کرده و یعنی بعدی ها رو مثلا میگیم BOS 2 یا اینجا همینجور. پس تشخیص روند در سبک استارت مانی به این صورت. بعد نحوه تریدشون خب چجوریه؟ مثلا آقا
مثلا اگه کسی پرسیدین این سوال ازش کنید نحوه ترید تو سبک اسمارت مانی چیه، میگه باید بریم مثلا اوردر بلاک ها رو مشخص کنید. خب اوردر بلاک ها تو آی سی تی ان دیگه، متوجه این که خب باید اوردر بلاک رو مشخص کنیم که بتونیم استاپ، نقطه ورود و تی پی رو پیدا کنیم. تو چه بازارهای کاربرد داره اسمارت مانی؟ تو همه بازارهای مالی، حتی بورس ایران هم کاربرد داره. فرق اصلا نمیکنه که تو چه بازاری فعالیت میکنه. همین، یعنی چیز سخت و پیچیده تقریبا نداره و همون ویدئویی که در مورد سبک پرایس اکشن آی سی تی ساخته شده ببینید شما دوستان، کفایت میکنه، پاسخ تمام سوالاتتونم میدهد. اگه بخوام بیشتر صحبت کنم در مورد اسمارت مانی، خب مثلا تفاوتش با سایر سبکای مثل پرایس اکشن کلاسیک یا پرایس اکشن عرضه و تقاضا چیه؟ ناکنید یه سبکه که یادگیری ساده، یادگیری آسان و ساده داره. اگه من بخوام دسته بندی کنم میگم با پرایس اکشن کلاسیک رو داریم، آی سی تی رو داریم و آر تی ام. معمولا آر تی ام آر به آر و وین ریت بیشتری داره نسبت به آی سی تی و آی سی تی هم آر به آر و وین ریت بیشتری داره نسبت به سبک‌های کلاسیک. این پس اینو در نظر بگیرید که خود حالا این آی سی تی زیر مجموعه از سبک اسمارت مانیه. پس ویدئوی پرایس اکشن چیست و همچنین پرایس اکشن آی سی تی چیست رو باید ببینید تا با مفهوم اسمارت مانی به صورت کامل آشنا بشید. تو ویدئوهای بعدی هم در مورد ستاپ های آی سی تی صحبت میکنم. هر نظر و پیشنهادی که دارید در قسمت کامنت ها برامون ارسال کنید. یادتون هم نره ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید.